کمتر کسی از ما داستان 12 برادر و ننه سرما و چله بزرگ و چله کوچیک رو برای بچه‌هاش و نوه‌هاش تعریف میکنه. چله بزرگ، چله کوچیک، چار چار، سده، اهمن و بهمن، سیاه بهار و سرما پیرزن. چله بزرگ و چله کوچیک دو برادر زمستانی که از اول دیما تا 10 بهمن 40 روز کامل رو چله بزرگ میگن، از 11 بهمن تا پایان بهمن 20 روز کامل رو چله کوچیک میگن و به همین دلیل چون 20 روز کمتره بهش چله کوچیک میگن. غروب آخرین روز چله بزرگ هم جشن سده برگزار میشده و مردم دور هم جمع میشدن و از این جشن لذت میبردن. در نهایت با برپایی آتش و خواندن شعر و پایکوبی به دور آتش سده رو جشن میگرفتن که همه ساله در شهرهایی مثل کرمان 10 بهمن جشن سده رو برپا میکنن. به 4 روز آخر چله بزرگ و 4 روز اول چله کوچک هم چار چار میگن. پس از چار چار هم نوبت به اهمن و بهمن پسران ننه سرما میرسه که خودی نشون بدن. 10 روز اول اسفند رو اهمن و 10 روز دوم اسفند رو بهمن میگن. این 20 روز ممکنه انقدر بارندگی باشه که این دو برادر به دو چله طعنه بزنن و قدیمی‌ها در موردشون شعری میخونن. اهمن و بهمن آرد کن 100 من، روغن بیار 10 من، هیزم بکن خرمن، عهده همه با من. میمونه 10 روز آخر اسفند که 5 روز اول سیاه بهار نام داره و شعری در موردش زمزمه میکردن. سیاه بهار، شب ببار و روز بگار. از این شعر هم مشخص میشه که در این ایام شبها بارندگی فراوان بود و روزها کشاورزان مشغول کشت و زراعت بودن. 5 روز آخر هم سرما پیرزن کش نام گرفته که در این روزها آسمون گاهی ابری، گاهی آفتابی، گاهی همراه با باد و اکثر اوقات از آسمان تگرگ میباره که قدیمی‌های دلپاک بر این باور بودن که گردنبند پیرزن پاره شده و مهرهاش به زمین میریزه. به راستی که حیف بچه‌های ما اینا رو نشنون و این قصه از صفحه روزگار محو بشن.